متوره همونجور که تو اون ریلز ویدیو دیدین. باید بیاین اینجا و این ویدیو رو ببینید. آموزش فارسی کردن جی تی آی وی یعنی زیرنویس فارسی. شما واسه این کار به برنامه اوپن آی وی نیاز دارید و یه فایل زیرنویس فارسی. الان با خودتون میگیم چجور مثلا فایل زیرنویس فارسی رو بیاریم. شما وارد گوگلتون میشین و مینویسین زیرنویس فارسی جی تی آی وی. و اینجا فایل گیم کیو هست، گیم ساب هست. کلا خیلی از این فایل هست. مثلا دانلود فایل زیرنویس فارسی اینجا میاد 4 مگم بیشتر نیست و پیشنیازش چیه؟ برنامه اوپن آی وی. اینجا دانلود اوپن آی وی رو میزنید. از اینجا دیگه میتونید همین خود اوپن آی وی رو دانلودش کنید. نصب آن آفلاینش رو میزنید و دانلود میکنید. اوپن آی وی کلا یه آموزش جدا داره، میتونید برید از مال کسای دیگه ببینید. ولی خب شما این فایل زیرنویس فارسی رو که دانلود کردید وارد اوپن آی وی تون میشید. روی ویندوز میزنید. شما بار اولی که میای اینجا براتون بعد یک صفحه دیگه میاره که باید جایی که جی تی آی وی تون رو دانلود کردید اونجا رو مشخص کنید. اینجا ادیت مود رو میزنید. ادیت مود رو که زدید اینجا بعد بار اول که میای باید برید اینجا. مال شما اول اینا هیچ کدوم اینستال نیست، همش باید اینستال کنید. این اینستال بعدی که همش اینستال کردین دوباره همین اینو میزنید و وارد این صفحه میشید. این صفحه که شدید مثلا دوبل فارسی رو میارید. الان من دوبلم اینجاست. من ببخشید زیرنویس اشتباه شد. زیرنویس فارسی. الان من این یکیه یا اینجا این استال رو میزنید. حالا من میخوام دارم روی فایل دیگه چیز میکنم. اینه این فارسی. این الان همون فایل از شما الان نمیکنم شد خراب شد. شما رو همون فایل فارسی تون که بزنید فارسی اینجا اینه میرید اینه میزنید و روی مودز رو این بزنید دیگه. اگه اتفاق واسهتون میفته اینو میزنید. یعنی نه اینکه مثلا اگه به مشکل خوردین مثلا خواستین کار دیگه ای بکنین یعنی مثلا مودش پاک کنید باید جی تی آی وی رو پاک کنید. ولی اگه روی مودز بزنید نه، فقط همون اون فایل رو پاک میکنید. عشق کنید تا ویدیوی بعدی. لایک و فالو فراموش نشه.